حواسم نبود مادرمو دل شکوندم، حواسم نبود بابامو ناراحت کردم، حواسم نبود یه عمر برا من زحمت کشیده، من با 5 دقیقه به هم ریختگی داد سر بابام زدم. قرآن گفته اوف بهشون نگو، اوف که چی؟ من داد زدم، زندگی به هم ریختم. چی میشه؟ خدا به این شخصی که این شنیده میگه هر چی میخوای نماز بخونی، روزه بگیری، حج بری، دست فقیر بگیری، ولی بدون انی لا اغفر لک، من تو رو نمیبخشم. هر وقت خواستی ببینی خدا ازت خشمگین یا ناراحته، ببین ته دل پدر و مادر از تو خشمگینه یا نه.